فلان است یکی از کوهایی که به نام نوشاخ یاد میشه. در حدود 3000 متری است ارتفاعش. میخوان اون قله را فتح بکنن. ما هم از فرصت استفاده کردیم. هم روی تیمشان یک جای شدیم. بر هر کوهنورد بر ما گفته شده و ما برای خود گفتیم که باید یک وظیفه باشه. ما زمانی که از این محیط، از این ماحول، از این فضای خوشایند لذت میبریم، این فضا سر ما یک مسئولیت ها داره. دوستای کوهنورد ما خو انشالله خو هیچ مشکل نداره. بلد هستن کارشان. اما وای حالا برای چه وقت پلان داشتین مثلا؟ برای 15 روز. 15 روز. پلان 15 روزه تقریبا چقدر هزینه؟ هزینه‌اش چقدر؟ 40,000. خیلی با. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشید. امروز پلان هستم برای تیم کوهنوردی همراه استاد مسعود که تیمشان را رهبری میکنن. تقریبا یک تیم 7-8 نفره هستن. پلان است یکی از کوهایی که به نام نوشاخ یاد میشه. در حدود 3000 متری است ارتفاعش. میخوان اون قله را فتح بکنن. ما هم از فرصت استفاده کردیم. هم روی تیمشان یک جای شدیم. میتونی همراهشان، همراه استاد مسعود، همراه تیمشان یک معرفی هم حاصل بکنن بریندا و دیگه این مسیر، این سفر ما را اول ما همراه باشن، دنبال بکنن. جالب است. امروز بخیر تصمیم داریم که بالا را که شما مشاهده میکنن اینجا بریم جای کمک هست دیگه، دفاع بالا نیست دیگه. استاد قیس دوستان سلام بخیر جور است انشاءالله. استاد قیس هستم. شما خودتون همچنین مصطفی زاده هستم، یک تن از کانادا و زودمی نوشاخ. امروز بخیر میریم در اینجا کانادای 3400 میریم. اولین استاد این در دو در چپ پگمون گفته میشه. روز بخیر. سلام. میریم امروز ارتفاع 3400. روح‌الله نظری هستم دیگه، عضو کلب نخبگان نوشاخ. البته تیمی را که شما میبینید دیگه تمامش اعضای نخبگان نوشاخ است. امروز یک صعود 3500 داشتیم به خاطر آمادگی به مسابقه یا کمپ نورستان که بخیر برگزار میشه، تا که اعضای تیم کسایی که اشتراک میکنن یک همایش و یک تمرین و یک شروع تازه باشه برشون. در چای کست استاد قیس است و حسن جان است، عبدالله جان است دیگه، مسعود جان است، استاد شعیب است و شهزاد جان است. سلام عرض میکنم خدمت دوستا. من احمد شعیب صمیمی هستم، همراه با پسرم امیرعلی. امروز آمدیم بخیر به سلسله تمرینات همیشگی ما. امروز در یک از کوههای فرعی دره پغمان که احتمالاً به ارتفاع 3200 3300 متر میه، انشاءالله برنامه خود شروع میکنیم. شما در بین بود دویش داشته باشید. 1 کیلومتر 2 کیلومتر بدویم. خب حالا هیچ هفته نمیشه، 2-3 روز ورزش نکنم. تمرین فیزیک داشته باشید. این ورزش فیزیکی شنبه هم کسایی که میرن المپیک میرن بخیر اشتراک میکنن دوشنبه و روزای دوشنبه یا سه شنبه جور میگم. سلام دوستان عزیز، حسین و گرامی. دیگه تقریبا 2500 متر
ارتفاع 2500 متری را آمدیم بالا. دیگه دوستا را میبینید در حال بالا رفتن هستن و قله را میخوان فتح بکنن. ما هم چنان دنبالشان میکنیم و شما هم همراهیمان بکنین. سایه دوستایی که هستن رفتن، اما فعلا در حالت 7 متر درست 7 متر به شکل قدم تا پرتافه کذالا کار کنه باز 7 قدم دیگه سرعتی که خوبم تو سرعت باز 100 قدم کلوز باز 100 قدم پرتافه دستا کوی برفی که پشت سر من میبینی او کوه هم توسط استادشان استاد مسعودشان و تیمشان قبلا فتح شده. دو دور 600 متر 400 متر هم خوب است 800 متر هم خوب است بله دیگه 155000 تمرین استراحتی ما دیگه اون تمرین استقامتی ما را باید 10 کیلومتر دیگه بریم نرم اما تعوضی که نفس گرفته بتونیم راحت مثال یک کلمه را گفته بتونیم بریم. استاد به نظرتون چقدر ارتفاع آمدین تا بالا؟ حدوداً شاید یک نزدیکی 2800 شده باشه 2800 خیلی کم مونده یا 800 این 2800 افزاد است خود پهمان هم ارتفاع زیاد است زیاد است بله ها ارتفاع زیاد است دوستای کنوارد ما خواه انشالله خواه هیچ مشکل نداره بلد هستن کارشان اما وای وحال ما 2700 بله نه نمیشه من که استاد مسعودم میبینم روحیه میگیرم دگم میخوایم که راه برم رسیدیم به ارتفاع 3000 متر. اینجا یک توقف کوتاهی داریم به خاطر صرف غذای صبحانه را میخوریم بعدش پس حرکت میکنیم میریم به طرف ارتفاع از این کوه بالا میشیم. زیاد نمونده 1000 متر دیگه خواهد مانده باشه. استاد مسعود چرا اینجا استاد شدیم؟ دیگه اینجا وقتی چای صبح است خب چای صبحانک بگیرم دیگه از این بعدش اونمون افتخار است که سود میکنه انشالله با چای صبحانه بخوره چای بخوره تغذیه کنم خب بیشتر انرژی بگیرم بتونم خوبتر بالا برم دیگه باز وقت میشه ساعتای 9 بجه بالاتر دیگه چای صبح نمیشه چیزی که جریان روز آدم تغذیه خوب داشته باشه تا چاشت شام همچنان خیلی مهم است تا بگار روز خوب سفری میشه اصلا وقت غذا خوردن تغذیه از صبح و چاشت باید هر غذایی که میخوری پس جمع‌آوری شوه یا یک جای دفن شوه یا سوزانده شوه یا پس پایین باید بره پس ماندیش بله اما هر غذایی که مثلا پلاستیک و گوشت و بوتل و نباید طبیعت خراب کنی. برای هر کنورد بر ما گفته شده و ما برای خود گفتیم که باید یک وظیفه باشه. ما زمانی که از این محیط از این ماحول از این فضای خوشایند لذت میبریم این فضا سر ما یک مسئولیت ها داره. به این شکل نیست که مثلا ما از این لذت بردیم و جمع کردیم و رفتیم میلاد دادیم خلاص شد. نه این که همه روان ما را تازه میکنه. باید ما دفعه بعد که نمیجمعیم و یک نفر دیگه می باید اینجا آشغالی نباشه. همو فضا و همو طبیعت باید بر طبیعت خودش طبیعی و پاک باشه. دیگه اینمی استاداست دوستا کل این مشوره و اینمی فکر بین خود تمام کنوردا داره.
دیگه ما هم به خیری را فرهنگ سازی کردیم در بین خود که نباید هیچ کوچکترین چیز خود را در روی کوه یا در طبیعت جا نگذاریم. فصل تفریح از بسیاری از شهروندان و دوستا میاین به طبیعت میخوان وقت خود خوش بگذرانن. اوام باید در این قسمت توجه داشته باشن، در قسمت نظافت، در قسمت از اینکه میاین میله میکنن یا کمپ میکنن، زمانی که میرن هم چیزایی که باقی میمونه او را لطفا از اون جمع آوری کنن، یک جای دفن کنن، بعد از او برن. اگر با قول استاد شاداب بار دگام اومدن از اون طبیعت لذت خود ببرن. استاد شاداب کدام طرف میریم بخیر؟ بخیر اینی قلعه شاید 3400 یا 500. من خودم اوجا این قلعه نرفتم. خب اون قلعه خاوند بوده و این قلعه روبروی ما راست قلعه بوده. دیگه هیچ چیز بالا نشدیم. من برسیم به یک تجربه کنیم، گرچه پختر آمد نظر به قلعه خاوند 3400. استاد مسعود مهمترین قله را که فرق کنید بولادی خب رفیقا دوستا بیننده نهایت گرامی، سایی کمی خسته شد، مسئولیتش بر ما داد. من کوشش میکنم جریان سفر ما را جریان میکنم وردی را با تیم کلپ نوشاخ و سرمرویگری استاد شاداب و استاد مسعود استاد قیس دیگه مستند بسازیم و میره همراه شما شریک بکنیم. ما فقط همین جریان مستند میگیریم. دوستا هستن استاد حسن چقدر وقت میشه شامل تیم هستی تقریبا؟ ما خب بسیار دیر وقت میشه، حدود 8 سال میشه. 8 سال 7 سال. همون بزرگترین قله را که فتح کردین کدام بوده؟ ما چی رفتیم؟ کوی بابا بامیان؟ دیگه یک ارتفاعش چقدر بوده؟ او 5000 متر. 5000 متر. باز چی که از یک دفعه ما رفتیم سروی کردن بدخشان که قرار بود که تیم اونجا ببریم بدخشان بریم کوی 6000 متر. او با نام چی بوده؟ او 6 تا کد داره 6000 متر. خود بدخشان؟ ها. دیگه باز یک کوی که به نام نوشاخ. نوشاخ. او هم در بدخشان است؟ و این کلپ دانم که به نام نوشاخ از دلیلش گرفته شده از اون است؟ از اون کوی است. خب. به نام چیز نخبگان نوشاخ. نخبگان نوشاخ. عالیست. فوق العاده. باز بدخشان نتیجه نداد نشد موفق. ما یک چی کردیم ما سروی کردیم اون خب پر 6 نفر یک بره بسیار هزینه کلان کار داره. باز یک ترنینگ ما نیاز داشتیم که چی کلایمبینگ چی یا صخره‌نوردی کوهنوردی. خب یک ترنینگ خاص خود داره که تجهیزاتی که استفاده میشه در ارتفاع چه قسم استفادهش به نور ما کار داشتیم. سمینارها باید داده شده اون قسمت نه؟ او را چی کردیم او مشکل نبود میشد، فقط یک بودجهش ما کار داشتیم که حدود فکر کنم $40,000 باید مصرفش نه؟ بر 6 نفر. برای چقدر وقت پلان داشتین مثلا؟ برای 15 روز. 15 روز. پلان 15 روزه تقریبا چقدر هزینه؟ هزینهش چقدر؟ $40,000. خیلی بالا. چیزی که استاندارد بود. دیگه باز بچه‌ها چی کردن کورس‌هاش آنلاین به صورت معیاریش دیگه ها؟ معیاری که کس آسیب نبینه اون صحیح برن پس برگرد دیگه چی کردی برنامه است پلان داری؟ پلان کم وقت کار داره. پلان است انشالله
دیگه خواهش میکنیم کسایی که مثلا در این قسمت هستن در این بخش فدراسیون چی داخلی چی خارجی کار میکنن او قدر زیاد توجه سر همین فدراسیون کوهنوردی ندارن، باید داشته باشن. چیز هست خب یکی که رئیس فدراسیون bu کار خود میکنه به خاطر که دفتر است ولی در پولش ما است که کوهنوردی میکنه گیر باید خودش خود برسانه دیگه به غیر از هیچ امکان نداره. این مثلا وقتی که با آماده نباشه نه کس دیگه آماده نباشه و کس دیگه مثلا یک کس بخواه اسپانسر کنه اون نمیفهمه که این چرا ما اسپانسر کنم به چی خاطر؟ حتما خود باید نشان میده یک چیزی شده حتما ای خیر باید در قسمتی باید برسه که توجه صورت بگیره بعد از او باز اون نیاز نداره او دیگه باز خودش رشد میکنه. چقدر گپ نیک چقدر یک پیام خوب منتظر بشینی که فردا یا پس فردا کسی باشه هیچ وقت نمیشه. من در این قسمت همراه موافق هستم استاد حسن، بسیار یک گپ نیک و یک پیام فوق العاده بر کسایی که خوش دارن و همیشه میخواین که ما کوهنوردی بکنیم یا بایسکل رانی بکنیم، بالاخره هرمون هدفی که در ذهن دارن خیال پرداز نباشن. به قول استاد حسن خود ثابت بسازن، توجه رو جلب بکنن، بعد از اون مشکلاتی که میایه او باز اتومات به نظر من حل میشه. ولی تیمی چی که هستن نخبگان نفسا مثلا کلی که ما که هستیم هیچ گپی که ما بزنیم نه دازور چی نیست که بگیم نمیشه شدنی هست یه دور نداره که بگیم نمیشه وجود نداره هیچ وجود نداره هر قله باشه باید فتح شود میگیم این سود میشه قربان یا این کار باشه یا دیگر کار باشه کلش میگیم ما میتونیم انگیزه بالا روحیه بسیار بلند و چیزی به نام نشد وجود نداره. این پیام خوب کل چیز موفقیت میگیره قربانت استاد حسن. کس خسته نمیشه که کس اسپانسر میکنه نمیکنه ولی چی خود ما باید تلاش شوق است عشق است دیدن نمیتونه کس ثابت باید بکنی خدا که همین تو کی هستی چی هستی چی کار هستی استاد حسن. قربانت چقدر پیام بالا ادامه بدیم استاد حسن.